به نام حضرت دوست. با درود و عشق، من مریم هستم. امروز کانال یوتیوب عشق و آگاهی رو شروع میکنم و این درود و عشق برای مخاطبانی است که جویای عشق و جویای آگاهی هستند. اونهایی که نقطه چین های پرسش رو دنبال میکنن، اونهایی که تردیدها پشت سر گذاشتن، اونهایی که از رنج ها عبور کردن یا دارن میکنن یا در اوج رنج هستن و طلب ها دارن برای رهایی. اونهایی که میبینن این چیزی که داره تجربه میشه به نظر درست نمیاد، حلقه بزرگ گم شده ای هست میان آنچه که تجربه میکنن و اون حقیقتی که اثرش درونشون و درون هممون باقیه، هرچند که فراموشش کردیم به جبر فراموشی ویروسواری که توی ما اتفاق افتاده. نمیدونم چند سال یا چند قرن یا چند هزاره، ولی اتفاق افتاده. مثل یه تای روبان که باعث شده دیگه روبانی که میخوای باش بازی کنی نمیرقصه توی هوا. میبینی که یه جای کار اشکال داره، میبینی که این اون نیست، میبینی که شادی حقیقی نیست، ولی نمیدونی چرا. این کانال به امید خدا شروع میشه مثل هزاران بارقه‌ای که هستی ایجاد میکنه تا جوینده یابنده بشه، یابنده خورشید عشق، خورشید آگاهی در درون خودش، که در پی یافتن این خورشیدها در درون هر ذره‌ای اتصال به خورشید کل اتفاق میفته و در این اتصاله که همه پرسش ها پاسخ داده میشه. در این اتصاله که اون حلقه گم شده پیدا میشه. در این اتصاله که مطلوب تو بر تو هم نمایان میشه که اصلا دنبال چه بودی و فکر میکردی دنبال چیز دیگه ای هستی. دنبال چه چیز بودی که فکر میکردی دنبال ثروتی یا دنبال شغلی یا دنبال یار هستی، که همه اینها جای خودشون بسیار خوب و لازمن، اما میبینی همه اینها سرنخهایی بود برای یافتن آنچه که ذات وجودت رو دنبالش میگشت. حلقه گم شده پیدا میشه اگر خورشید درونت یک لحظه هم که شده طلوع کنه بر تو. میپرسی چه کنم؟ همین الان کاری که به دلت افتاده انجام بده. کتابی که امروز صبح در نظرت اومده برو شروع کن به خوندنش. کسی که در یادت اومده باش تماس بگیر. پیامی که به طرز جالبی برات فرستاده شده بود ولی بازش نکرده بودی، برو بازش کن. ببین در این لحظه چه خطوری بر تو داره اتفاق میفته. چون اگر داری این کلام رو میشنوی یعنی جوینده ای هستی که نقطه چین های نشانه ها تو رو اینجا آورده. پس گوش کن به کلامی که، به فکری که، به آنچه که همین لحظه بر دلت و فکرت خطور میکنه.
آنچه که در اصالت لحظه بر تو وارد میشه فکر الهیه. هر چه که هست انجامش بده همین الان. اگر به سادگی یک راه رفتنه، اگر به سادگی رفتن تو حیات خونه است، رفتن زیر آسمان شبه، بیدار شدن برای دیدن طلوعه، حتما عملیش کن. همین گام ساده رو و به سادگی انجام دادن آن بهترین چیزی که مدتی داری به تعویقش میندازی. شروع یک کلاس، گوش دادن موسیقی، سرچ کردن یک موسیقی که مدتی تو ذهن تکرار میشه، پیدا کردن غزلی که یک مصرع از اون رو مدتی داری در سرت میشنوی، دنبال کن، نشانه ها رو دنبال کن و بیا. خورشید درون تو در انتظار طلوع، زمانی که تو آماده شده باشی که پرده های افق رو فرو بریزی در خودت. ملحق شو به عشق و آگاهی درونت. دوباره درود و عشق و سلام به جویندگان عشق و آگاهی. من مریم هستم. کانال عشق و آگاهی رو در یوتیوب شروع میکنم و در خدمت خواهم بود. انشالله که همه ما در راه خودمون، در جای خودمون، در اون نقطه‌ای که اتصالمون رو با همه هستی داریم قرار بگیریم، بتونیم خدمتی رو که این وجود در اینجا میتونه انجام بده انجام بدیم و اون برخورداری و شکوفایی رو که این وجود در این نقطه از هستی میتونه بهش دست پیدا کنه و تحقق پیدا کنه دریابیم، شکوفا بشیم و طلوع کنیم. خدایا راه من، برکت من، خدمت من و روزی مرا نشانم بده. خدایا جای مرا نشانم بده. خدایا مرا به شکوفایی که قصد تو از آفرینش من بود برسان.